هفتمین چیزی که برای پیشواز ماه مبارک رمضان ما خودمان را آماده کنیم، از ماه شعبان عادت کردن به نماز شب هست، به شب زنده داری یا قیام لیل. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث مبارکشان هستند که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شب زنده داری کند شبهای ماه مبارک رمضان را، گناهان گذشته او بخشوده می شود. و در شب زنده داری ماه مبارک رمضان هست نماز تراویحی که ما و شما به جماعت 20 رکعت می خوانیم. همین شب زنده داری ماه مبارک رمضان است. اگر کسی از این بیشتر کند، خصوصا ماه مبارک رمضان ماهی است که در آن گزاریدن نماز تهجد بسیار آسان است. 95% مردم برای روز بعدی سحر خوراک میکنند، 5% نمیخورند. اگرچه روزه اشان درست میشود لیکن ترک سنت میکنند. حتما برای به دست آوردن ثواب سحر خوری باید بخیزند، چیزی تناول کنند، حد اقل 1 پیاله آب یا 1 پیاله چای بخورند. وقتی که میخیزند سحر خوراک را که تمام کردن یا پیش از سحر خوراک چند رکعت نماز بخوانند، نماز تهجد. کمترینش 2، در میانیش 4، زیادش 8 یا 12. در بابت این فضیلت بسیار آمده است. کسی که در ماه مبارک رمضان پابند تهجد شد، امید است که در باقی ماه‌های بعدینش در 11 ماه دیگر هم پابند شده میتواند.